ما نباید در قیمت گذاری خودرو به هر دلیلی اگر یقین داریم قیمت تمام شده یه عددیه کاری بکنیم که خودروساز زیان بکنه. نه در مورد خودرو، در مورد هر چیزی جوریه. معنی نداره وقتی ما قیمت تمام شدهمون یه عددیه بنا به هر دلیل ملاحظه کنیم بگیم آقا نه، ما مثلا میگیم که این بایستی کمتر باشه. این یه طرف قضیه. خب یعنی الان شما میفرمایید که 15% که ابلاغ شده این نباید با 15% تکمیل کنم شاید کامل بشه. بله اگر واقعی قیمت تمام شده یک عددیه ما حق نداریم هیچ جایی باید مثلا تو تجارت به هم منتها واقعا این قیمت هم ما بارها چند بار اینو گفتم بحث داریم راجبش. بارها شده که ما در قیمت گذاری بنا به اینکه ظاهر صورت حساب‌هایی که بوده رو بررسی کردیم، وقتی عمیق‌تر شده مشخص شده که چقدر به اصطلاح گران فروشی و چند برابر فاکتور دادن و اینها خیلی بوده. این که میگم واقعی یعنی اونی که واقعا از طرف مصرف کننده وکیله و واقعا بایستی قیمت واقعی در بیاره، باید اینا رو در نظر بگیره. مخصوصا در مورد همین ایران خودرو و همین عزیزانی که الان مسئولیت رو دارن، ما پرونده داشتیم دیگه، پرونده گران فروشی بوده، میدونم بحثایی بوده. اون قسمتش اگر نه واقعا به این نتیجه رسیدن، دوستان بررسی کردن واقعی قیمت خودرو بایستی یه عددی افزایش پیدا کنه، حالا هر عددی نمیتونیم بگیم چون حالا مثلا این عدد تو جامعه مثلا ممکنه کشش نداشته باشه باید کمتر بگیم. من اینو قبول ندارم. فقط کل حرفم راجع به اون عدده که درست ارزیابی بشه. خب الان من سه تا نکته هم من اگر اجازه بدید پرونده تعزیراتی ایران خودرو میخوام ببینم دیدگاه شما چیه؟ این موضوعی که الان هست؟ بله موضوع برنامه است دیگه. ببین این حالا دوستان باید خودشون هم تعزیرات هم ستاد همه بودن، دفاع ها رو گفتم، منم میشنیدم. از انصاف بخوایم خارج نشیم همین حرفی بود که گفتم. اگر واقعا سازمان حمایت یقینی به این نتیجه رسیده که بایستی مثلا 25% افزایش داشته باشه، 22% افزایش داشته باشه، این که ما بیایم بگیم 15 این درست نیست. اگر نه واقعا فرایندش این نیست، عدد باید کمتر باشه یا متوسطش این باشه، خب بله مصرف کننده مردم رو باید لحاظ کنه. خیلی متشکرم. من سه تا نکته دارم آقای دکتر، به پس اینم بفرمایید خیلی کوتاه که من با شما خداحافظی کنم. به نظرم میاد اولا این روش قیمت گذاری چند تا ایراد داره، باید دوستان واقعا در شورای رقابت اینا رو لحاظ کنن. اولا تقابل مردم و حاکمیت رو به دلیل این افزایش قیمت‌های حالا دستوری بی دلیل داره تقابل ایجاد میکنه. یعنی نباید قیمت اینقدر چسبندگی به دولت داشته باشه